از حافظ من خیلی ناراحتم، چون آبرو ما رو برد تو شیراز. اینه که دفعه اولی که رفته بودیم شیراز به ما گفتن که بریم شاهچراغ و بعد بریم حافظیه و سعدیه و تو بریم. واسه وقتی رسیدیم سر قبر حافظ گفتن حاج آقا تا حالا تفعول گرفتی؟ گفتم نه والله خدا بلدم نیست. خدا این استخاره است، یه حمد و سوره میخونی برای حافظ، نیت میکنی یا الله، باز میکنی سمت راست، حافظ جوابت میده. گفتم خب من حالا نیتی ندارم. گفتم ما نیت داریم، نیت پا ما تفعول پا. حافظ هم دادن دست ما هم یک حمد و سوره سوپر دلوکس خوندیم، یا الله، باز کردیم گفتن بخون، خوندیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، خدا میگم خود به جان مولا چون به خلوت میرون آن کار دیگر می. مدام اینا چپ چپ به ما، آره چپ چپ به هم دیگه نگاه میکنن، ما هم اسوانیم، شک کردیم. گفتم چه نیتی داری؟ حالا بخون ما عرض میکنیم. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز برد، یعنی فامیلی من فرمودن توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ یا روی نو دولتان را برخر خودشان نشان، که این همه ترک غلام و اسب و استر میکنن. من دیگه بقیه‌شو نخوندم، گفتم تا نگید نیتتون چی بوده نمیگم. بودن راستیاتش ما به جناب حافظ گفتیم حافظ ما این شیخ و وعده گرفتیم نمیدونیم چی کار است، شما بفرمایید.